بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. النحو التطبیقی، ما شما این کتاب میخونیم که به نام النحو التطبیقی هست. خب حال وقتی که یک کس عربی رو یاد میگیره باید چی رو بخونه؟ یکی صرف بخونه، یکی نحو رو بخونه، یکی هم بلاغت. فرق بین صرف و نحو و بلاغت چی هست؟ مثلا صرف مثل از این هست که یک کسی خشت میماله. مثلا وقتی که یک کس خانه جور میکنه نه برای از او خشت یا پا ضرورت است. صرف وظیفه چی است؟ مثل اینمی کسی که خشت و سمت و اینمی گپا را با هم جور میکنه، اینیا را علم صرف میکنه. مثلا علم صرف همیشه مثلا کلمه را با ما شما جور میکنه که فعل مثلا چه قسم مصدر است. مصدر کتابتون است، چه قسم فعل ماضی جور بکنیم کتبه، چه قسم فعل مضارع جور بکنیم یکتب، و چه قسم فعل امر جور بکنیم اکتب. این قسم اسم فاعل چه قسم جور کنیم کاتب. یعنی از یک کلمه ما چند قسم این قسم. و علم نحو که است باز ایچی وظیفهش است. وظیفهش است مثل وظیفه گلکار. وقتی که اون نفر خشتی گپا رو برش آورد، باز گلکار چی میکنه؟ دیوار جور میکنم. تی خشته با هم یک جای میمانه. این در نحو کلمات چی میکنه؟ همین قسم با یکی دیگه میمانه. مثلا فعل ماضی را چه قسم ماضی یک جمله جور بکنیم و چه قسمی را درست ادا بکنیم. مثلا میگیم که ذهب محمد الى المدرسه. حالا مثلا اینجا یک جمله جور کردیم، این وظیفه نحو است. و اینا مثلا محمدون بخوانیم، محمدین بخوانیم، محمدن بخوانیم. الی المدرسه، الی مثلا که مدرسه میگیم الی المدرستی بگوییم، الی المدرسته بگوییم. اینا اینمی جملات ترکیب کردن جملات و اعرابی رو میگن. زیر و زبر رو پیش چی میگن؟ اعراب میگن. این وظیفه چی است؟ نحو است. باز سومش که است بلاغت است. بلاغت وظیفه چی است؟ بلاغتی است که مثلا یک کسی وقتی که خانه جور شد، دیوالا جور شد، سقف و کل چیز جور شد، بازو ما شما رنگ ماله میره دیزاین میکنه خانه را. چی میکنه؟ مثلا رنگ میکنه و دروازه را رنگ میکنه و اتاقا را رنگ میکنه، مثلا برای چت یگان چیزای لکس جور میکنه و بعد اتاقای گپا. اینی کارا را چی میکنه؟ بلاغت میکنه. این حال بلاغت هم که هست مثلا در زبان چی تاثیر داره؟ مثلا وقتی که میگیم در قرآن شریف است نعبد الله، این حال وقتی که میگیم نعبد الله ما الله را عبادت میکنیم. وقتی که ایره میگیم که ایاک نعبد، خاص را عبادت میکنیم. چی فرق از بین نعبدک و ایاک نعبد؟ این حال وقتی که ایاک میگی ای باز معنایش قوی‌تر و دقیق‌تر و زیباتر میگه که باز دیگه هیچ چیز داخل نمیشه. میشه یک نفر به مثلا مشرکین میگفتن نعبد الله و نعبد غیره. نعبد الله میگه ما عبادت الله را میکنیم، عبادت بت‌ها را میکنیم. اما وقتی که گفته شد که ایاک نعبد، بازی دیگه عبادت دیگه را چی شد؟ کلش قطع شد دیگه. بازی هیچ راه دیگه برای چیز باقی نمیمونه. این زیبایی ها در کلام بازی توسط چی میشه؟ توسط بلاغت میشه.